عکس‌های نوی از پلکاونیک فراری تاجیک گلمرود حلیموف نشان می‌دهد که همسر دوم و کودکش به نزد او رفتند. در دو عکس گلمرود حلیموف که روزی 31 ایول به دست رادیو آزادی رسید، دختری بزرگ او از همیرا میرود در کنارش نشسته است. در این عکس‌ها پلکاونیک فراری با موی‌های ژولیده خاصی جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی دختری بزرگش را در بغل گرفته است. واضح نیست که این عکس‌ها را در کجا و کی گرفتند. گلمرود حلیموف سردار پیشین امانی وزارت امور داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست. همیرا میروا همسر دوم گلمرود حلیموف و سخنگوی سابق خدمات گمرک ماه فوریه سال گذشته با فرزندانش غیب زد و معلوم نبود که در کجاست. برخی از منابع گفته بودند او به سوریه رفته است. ماه اوگوست سال 2016 امریکا برای خبر دادن از مکان گلمرود حلیموف 3 میلیون دلار جایزه اعلام کرد و پس از این او دیگر پیدا نشد. در این مدت دو بار رسانه‌ها خبر مرگ او را نشر کردند. بار آخر ماه می امسال نشریه تایمز از قول مقامات عراق گفت که گلمرود حلیموف کشته شده است. اما تا حال هیچ منبع دیگر این خبر را تصدیق یا رد نکردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 ایول در یک نشست خبری گفت بعضی معلومات اپراتیوی را درباره حلیموف روی دست دارند ولی درباره زنده یا مرده بودن او چیزی نگفت. درباره گلمرود ما کره اپراتیوی پروفیلاکتیک ادامه دارد و این یک سری تفتیشات که هست حاضر گفتن نمی‌کنیم در صورت است ما کار برافت. شهر موصل عراق پایتخت گروه خودخوانده دولت اسلامی که گفته میشد گلمرود حلیموف در آنجا قرار دارد از دست این گروه آزاد شده است. اما از سرنوشت بعدی گلمرود و همسر دوم او همیرا میروا اطلاع دقیقی روی دست نیست.